بینمازی این بدترین گناه است برادران عزیز. از همه سختترین، از همه بدترین گناه ها گناه بینمازی هست. تاریک الصلاة میگویند، ترک کننده نماز. هر انسانی که حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن که هر انسانی که نماز یعنی قصدن ترک کنه، فرضش ندانه و نخوانش، وای کافر می شود. یعنی انسان نماز فرض ندانستن، نماز قصدن ترک کردن، انسان به حالت کفر میبره برادران بزرگوار من. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ای الاعمال احب الی الله. این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت که حدیث متفق علیه است از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. پیغمبر بزرگوار گفتن از همه دوست داشته ترین عمل ها در نزد خداوند کدام عمل هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که الصلاة علی وقتها. گفتن نماز در وقتش ادا کردن. از همه عملی که الله دوست می‌داره از بنده هاش این نماز در وقتش ادا کردن. برادر بزرگوار من، به این خاطر انسان باید نسبت به نماز بی‌پروا نباشه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن که مفتاح الجنة الصلاة. گفتن این کلید جنت نماز است. انسانی که جنت بخواه، انسانی بخواه که داخل جنت شود، باید نماز ادا کنه. چون که کلید جنت برای هر یک شخصیت و انسانی که نماز نخواد و کلید جنت نداره و جنت داخل شده نمیتونه. در روایت دیگر که ابو داود و ترمذی و نسائی روایت کردن از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، حضرت میفرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه من شنیدم که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگفتن ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه من عمله صلاة. گفتم پیغمبر بزرگوار گفتن که یکمین چیزی که در روز قیامت خداوند از بندش میپرسه این نمازش است. یکمین چیزی که در روز قیامت از بنده پرسیده میشود نماز است. شیخ عطا را میگه روز محشر که جانگداز بود اولی پرسیش از نماز بود. یکمین چیزی که در قیامت خداوند میپرسه این نماز است. حضرت گفتن فإن صلحت فقد افلح و انجح و این فسدت فقد خاب و خسر. هر انسانی که اگر صلاحیتی یافت، جوابی نماز ادا کرده توانست، نمازهاش خوانده بود، او شخصیت به تحقیق خوشبخت شد، نجات یافت. اما هر شخصیتی که فاسد کرد، نماز قضا کرد، نماز نخوانید، جوابی نماز ادا کرده نتوانست در نزد خداوند، او شخصیت به تحقیق بدبخت خوار شد، رسوا شد. به این خاطر برادران بزرگوار من حرکت کنید نسبت به نماز بی‌پروا نباشید. نماز یگان حالتی نداره که از روی شخصیت مردینه ساقط شود. بله زنها را حالتی یعنی کسل زنانه شد، حیض دیدن، نفاس، خداوند از روی اونها نماز برداشته است. اما برای شخصیت مرد مولانا یک جمله داره: زی معذوری اجازت روزه خوردن، نماز را نیست اجازت تا با مردن. تا مردنش مرد اجازت نداره که نماز ترک کنه. و این خاطر نسبت به نماز خیلی هوشیار باشه برادران عزیز بزرگوار من.